یک دفعه انفجار شد. ما از بین او بیرون برآمده بودیم، دیدیم که بسیار مردم بود. همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تیت پاشان شدن، مغزایشان باد شدن و همین نیروی خارجی بودن که وام افتادن، چپه شدن. همون بود که دگیر گریز شدن. ما برآمدیم. البته کوم امکانات و چې خلک را انتقال کړي بیروبار د خلکو څومره او څه دی ولید څومره کسان بلته طلب شوی وي؟ مردم خو بسیار زیاد، حداقل هیچ کنه یک 400 500 نفر که من دیدم. بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین افتاد، نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را. کمیال مکمل کل لباسای خون پاشید.